وصیت 53 فضیلت دعا. از ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایت است که ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه گفت: ای پیغمبر خدا، مرا دعای تعلیم ده که صبح و شام آنها را ذکر نمایم. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود: خدای آفرنده آسمان ها و زمین، داننده نهان و آشکارا، پروردگار تمام چیز و مالک آنها، شهادتی میدهم بر این که نیست معبودی بر حق مگر تو. به تو پناه میبرم از شر نفسم و از شر شیطان و شرک او. سپس پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت: هر صبح و شام و هنگام برخت خوابت در آمدن این دعاها را بخوان.